سلام و درود، خوش اومدید به چنل خودتون. امروز قراره که 5 گان برتر سیزن و 5 اتچمنت سیزن جدید رو با هم بررسی کنیم. پس تا آخرین ویدیو همراه من باشین، چون قراره که تو بتل با این اتچمنت ها همیشه اول باشید. اتچمنت آوردم براتون. چه اتچمنت هایی؟ از اول بگید تا آخر، از اولی بگید تا پنجمی. عشق کنید. آقا اولین اتچمنت تعلق میگیره به چه گانی؟ به گان AK-117 که ایمشو، یعنی دوربین رو بگیری روی یارو 3 ثانیه تیر بزنی مرده یارو. میریم برای بهترین SMG، متعلق میشه به MX9 بهترین SMG که بهترین اتچمنتش هم آوردم دیگه، خداست. آقا بریم تو دسته شاتگانا. عاشقا شاتگان بیاین اینجا ببینم HS کی دوست داره. آقا HS بیا آوردم براتون وان شات. یارو آرمور 200 داشته باشه وان شات رو زمین خوابیده. آقا کریمم براتون آوردم، عشق کنید. حالا کریم ببین، کریمم خوبه، HS هم خوبه، بی بای 15 براتون آوردم وان شات. اما همه اینا وان شاته. آقا کریم فاصله های دور وان شات میکنه، بی بای 15 و آقا HS از فاصله نزدیک و وان شات میکنه و میخوابونه. حالا ازتون من یه درخواست دارم، اونم اینه که بیاین تو کامنت ها گان مورد علاقتون رو بنویسین تا تو ویدیو بعدی اتچمنت گاناتون رو بگیرم و ازش استفاده کنم و پلی بدم باش و اتچمنتاشو تو ویدیو بعد بذارم و عشق کنید. خب رفقا مرسی که تا اینجا ویدیو همراهم بودین. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. زنگوله بزن که تا ویدیو جدید گذاشتیم و آپلود کردیم شما اولین نفری باشین که میبینید. ممنون از نگاهتون. تا ویدیو بعد منتظر باشید. فعلا خدافظ.